حالا که رژیم صهیونیستی مطمئن شدیم مسلح به سلاح اتمی، نخست وزیرش مستقیم جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه، آیا زمان اون نرسیده که ایران هم سلاح اتمی داشته باشه یا یک آزمایش اتمی انجام بده حداقل؟ ببینید، جمهوری اسلامی ایران راهبرد بازدارندگی فعال داره و داشتن سلاح کشتار جمعی هرگز در دکترین امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاه نداشته هیچ موقع. به ویژه که حالا فتوای مقام معظم رهبری هم هست که حرام میدونن استفاده از اون سلاح هسته‌ای رو، در راهبرد ملی ما نبوده. هند و پاکستان هر دو مسلح به سلاح اتمی هستند. در واقع اونجا یک موازنه‌ای به وجود اومده که اگر هم درگیری مرزی اتفاق میفته منجر به یک نبرد مثلا تمام عیار نشه. خب الان تهدیداتی وجود داره، رژیم صهیونیستی این کار میکنه، بعضا آمریکا شیطنتایی میکنه. من پرسشم و دوباره تاکیدم اینه که آیا ما حتی برای موازنه قدرت هم نباید همچین کاری بکنیم؟ آیا اگر مردم یک روزی مطالبه کنند این موضوع قابل تجدید نظر نیست؟ ببینید، این موضوع نتوانستن نیست، موضوع نخواستنه، اراده نکردنه. اراده نظام امنیت ملی ما این اراده نیست، نه اینکه نتوانستن باشه. بله. موضوع بسیار مهمه و راهبرد امنیت ملی ما اینه که بتونه در این راستا منویات خودش رو پیش ببره و تاثیرگذار باشه، که من فکر میکنم در همین سطح هم بازدارندگی خودش رو ایجاد کرده. یعنی ما نبایستی دستاوردهای کنونی خودمون رو، ارزشش رو به اندازه‌ای که لازمه بهش بها ندیم و تصور بکنیم که نرسیدیم. ما به نقطه‌ای رسیدیم که این بازدارندگی به لطف الهی الان وجود داره بدون اینکه بخوایم قانونی رو و یا ضابطه‌ای رو زیر پا بگذاریم.